سلام و درود به شما عاشقان داستان‌های جاودان. اگه دلتون میخواد امروز گوش به داستانی بدید که عشق رو در تاریک‌ترین جاها نجات داد و وفاداری رو در سکوت مرزهای خونین زنده نگه داشت، آنگاه شما در جای درستی هستید. اگه هنوز عضو کانال خواب‌های آرام نیستید، همین امروز همراه ما باشین. حالا چشمانتون رو ببندید، نفسی عمیق بکشید و با من به دل یکی از زیباترین عشق‌های شاهنامه بریم. داستان بیژن و منیژه، عشقی که در برابر سرنوشت ایستاد و پیروز شد. در دل زمانی که زمین‌ها سخن می‌گفتند و ستارگان رازهای آینده را در پرده شب زمزمه می‌کردند، دو سرزمین بزرگ ایران و توران در چرخه‌ای بی پایان از خون و صلح، دوستی و دشمنی درگیر بودند. کوههای البرز شاهد بسیاری از جنگ‌ها بود. رودخانه‌های سیستان خون نسل‌ها را در آغوش کشیده بودند و قلب‌های بیشمار در سکوت آرزوی روزی می‌کردند که عشق جای کینه را بگیرد. و در میان این همه آشفتگی، سرنوشت دو جان ناب را به هم گره زد. جواندل ایرانی به نام بیژن و شاه دختی تورانی به نام منیژه. اما قبل از آن که بگوییم چگونه این دو دل در میان سپرها و تیرها یکدیگر را یافتند، بگذارید بدانیم این دو کیستند. بیژن پسر گیو یکی از نامدارترین قهرمانان داستان‌های شاهنامه در کاخ پادشاهی کیخسرو فرزند فریدون بزرگ شده بود. او جوانی بود که در ظاهر زیبایی مهتاب را در چهره داشت و در درون شجاعت رستم را در سینه. اما شجاعت بیژن تنها در جنگ نمایان نمی‌شد. از کودکی با کمان و شمشیر رشد کرده بود، اما دستانش هرگز برای خونریزی نجوشیده بود، مگر آنکه عدالت در خطر باشد. بیژن معتقد بود که مرزهای خونین روزی باید با هماوایی قلب‌ها جایگزین شوند و همین آرزو راهش را با منیژه هموار کرد. او نمی‌دانست که عشقی که انتظارش را نمی‌کشید او را در تاریک ترین چاه تاریخ به نور وفاداری خواهد رساند. در سوی دیگر مرزها، در دل توران سرد و خشک، در کاخی که دیوارهایش از طمع افراسیاب ساخته شده بود، دختری زندگی می‌کرد که قلبش ایرانی تر از بسیاری از ایرانیان بود. منیژه دختر پادشاه توران، افراسیاب، مردی که نامش در گوش هر ایرانی همچون طوفانی از خون و خاک بود. اما منیژه برعکس پدرش در سکوت اتاقه سلطنتی داستان رستم و سهراب را می‌خواند. در دلش جایی برای کینه نبود، تنها جایی بود برای درک رنج دیگران. چشمان منیژه سیاه مانند شب نیمه تابان، اما پر از نور امید بود. لبخندش همچون باران بهار در دشت‌های خشک توران زندگی می آورد. و وقتی برای نخستین بار چشمان بیژن را دید، شاهزاده‌ای که حتی دشمنانش از شرافتش سخن می گفتند، در دلش فهمید این همان کسی است که سرنوشت خیانت به او را ممنوع کرده. پادشاه ایران کیخسرو خسته از جنگ‌های بی‌پایان تصمیم گرفت راهی برای صلح بگشاید. او پیامی به افراسیاب فرستاد: اجازه بده که فرزندان ما بدون سلاح و با قلب باز یکدیگر را ببینند. شاید در دل آن دیدار راه صلح نهفته باشد. افراسیاب با وجود همه تردیدها این پیشنهاد را پذیرفت.
اما سرنوشت طرحی دیگر داشت. در یکی از آن روزهای بهاری که باد شرق عطر یاس را از کوههای ایران به دشتهای توران می آورد، بیژن به عنوان نماینده ایران به مرزهای توران رفت و در آنجا در میان سپاهیان و سفیران نگاهش به منیژه افتاد. او در لباسی ساده ولی با حضوری چنان درخشان که گویی خورشید تنها برای او طلوع کرده بود. بیژن برای نخستین بار در زندگی احساس کرد که جنگ دیگر معنایی ندارد و منیژه وقتی بیژن را دید، جوانی با اندامی مانند سپر و چشمانی مانند ستارگان رهگشای شب، در دل فراموش کرد که دختر دشمن ایران است و عشق در همان لحظه زاده شد. روز به روز به بهانه‌های مختلف گفتگوهای بیژن و منیژه ادامه یافت. در سحرخیزان ساکت، در لابلای صخره‌های مرزی، در سایه درختان بید، آنها راز دلهایشان را با هم در میان گذاشتند. بیژن می گفت اگر جهان را بتوان با یک نگاه آرام کرد، من آن نگاه را از تو می خواهم. و منیژه پاسخ می داد اگر عشق تنها سلاح تو باشد، من هرگز در برابر تو سپر نخواهم گرفت. اما چنین عشقی در دل دو سرزمین دشمن راز نمی ماند. خبر دیدارهای آنها به گوش افراسیاب رسید. خشم او چنان بود که آسمان تیره شد. فرمان داد بیژن را بگیرید، در چاهی عمیق بیاندازید که هیچ نوری به آن راه نیابد و هیچ صدایی از آن بیرون نیاید. سپاهیان بدون اینکه کسی جرأت اعتراض کند بیژن را دستگیر کردند. او مقاومتی نکرد به خاطر اعتمادش به عشق منیژه و منیژه وقتی خبر بازداشت بیژن را شنید به سوی پدرش شتافت. در برابر تخت سلطنت زانو زد و گفت اگر او در چاه است، من هم در آن چاه خواهم بود. به من اجازه بده تا غذایش را برسانم. به من اجازه بده تا نفسهایش را بشنوم. افراسیاب با خشمی آمیخته با تأسف اجازه داد. نه برای رحمت، بلکه برای تازیانه زدن به این وفاداری. و بدین گونه منیژه هر روز با سبدی پر از آذوقه به سراغ بیژن در چاه می رفت. هر صبح با اشکی خشک نشده دعا می کرد که روزی رهایی یابد. آن چاه که پیشتر نماد تاریکی بود، اکنون معبدی برای عشق وفادار شده بود. در اینجا داستان بیژن و منیژه وارد مرحله‌ای می شود که وفاداری در سکوت تاریکی بلندترین فریاد خود را می زند. بیژن در عمق چاه تنها نبود، زیرا عشق منیژه هر روز نوری به تاریکیش می بخشید و منیژه در بالای چاه هرگز خسته نشد، زیرا دلش می دانست عشق واقعی هیچ سرنوشتی نمی شناسد. اما آیا این عشق تنها با وفاداری کافی است؟ آیا کسی خواهد آمد تا آن دو را از چنگال سرنوشت نجات دهد؟ وقتی خبر ناپدید شدن بیژن به گوش کیخسرو پادشاه ایران رسید، آسمان کاخ پادشاهی تیره شد. هیچ کس نمی دانست که شاهزاده جوان و شجاع که روزی برای صلح به سوی توران رفته بود، اکنون در عمق چاهی تاریک تنها با نفسهای منیژه زنده می ماند. ولی کیخسرو حدس زد که این ناپدید شدن فراتر از یک تصادف ساده است. او می دانست دشمنی که با عشق رو در رو می شود یا تسلیم می شود یا ظلم می کند و افراسیاب ظلم کرده بود. کیخسرو فرستادگانی سریع برای یافتن رستم فرستاد. رستم پسر زال، مردی بود
که نامش در سراسر جهان همچون طوفانی از شجاعت و ایثار شنیده میشد. او نه تنها قوی ترین رخش ایران بود، بلکه بزرگترین محافظ عدالت نیز بود. وقتی فرستادگان کیخسرو خبر اسارت بیژن را به او رساندند، رستم بدون اینکه یک لحظه تردید کند زره جنگیش را پوشید و رخش افسانه‌ایش را آماده کرد. رستم رخش را در میان شب‌های سیاه سوار شد. ستارگان همچون چراغ‌های راهنمایی مسیرش را روشن می‌کردند. باد شب نغمه‌ای از دل صحراها به گوشش می‌رساند. نغمه‌ای که گویی می‌گفت عشق هرگز در تاریکی گم نمی‌شود اگر کسی باشد که به دنبال آن برود. در طول سفر رستم از مردم ساده مرزنشینان پرس‌وجو می‌کرد. آنها با ترس در صدا اما امید در دل سخنانی درباره دختری تورانی می‌گفتند که هر شب سبدی پر از نان و شیر به سوی چاهی عمیق می‌برد. برخی می‌گفتند آن دختر دیوی است که جادو می‌کند. ولی رستم که چشمانش داستان‌های قلب‌ها را می‌خواند گفت نه، آن دختر فرشته‌ای است که عشقش بر کینه چیره شده. و همین جمله نشان داد که رستم تنها جسم بیژن را نجات نخواهد داد، بلکه ارزش عشق منیژه را به رخ تاریخ خواهد کشید. در نهایت رستم به دشت‌های نزدیک کاخ افراسیاب رسید. همه جا ساکت بود، گویی طبیعت نیز نفسش را حبس کرده بود. اما از دور نور کوچکی دید، نور چراغی که منیژه در دست داشت. او با دقت پشت صخره‌ها پنهان شد و دید دختری با رخساره‌ای مانند ماه رستاخیز سبدی را از روی زمین برداشت و آن را به آرامی در چاه فرو برد. رستم آهسته نزدیک شد. وقتی منیژه صدای قدم‌هایش را شنید با ترس سرش را برگرداند. او پرسید کیستی؟ رستم پاسخ داد من رستم هستم، فرزند زال. از طرف کیخسرو آمدم تا بیژن را نجات دهم. منیژه برای لحظه ای سکوت کرد، سپس اشک‌هایش جاری شد. منیژه گفت او زنده است، هر روز نفس می کشد و هر روز نام شما را به عنوان منجیش زمزمه می کند. رستم با چشمانی پر از احترام به آن دختر تورانی نگاه کرد و در آن نگاه فهمید عشق منیژه همان چیزی است که بیژن را زنده نگه داشته. رستم پرسید این چاه چقدر عمیق است؟ منیژه پاسخ داد آنقدر که نور خورشید به کف آن نمی رسد. رستم لحظه ای تأمل کرد، سپس زرهش را کنار گذاشت و گفت من خودم به پایین چاه می روم. منیژه فریاد زد نه، اگر شما هم گیر کنید دیگر کسی نمی ماند تا بیژن را نجات دهد. اما رستم لبخندی زد، لبخندی که گویی می گفت من رستم هستم، تاریخ برای من چاهی گشوده ندارد. رستم بدون ترس خود را در چاه فرو برد. تاریکی چنان غلیظ بود که گویی نفسها هم گیر می کرد. اما ناگهان صدایی آرام شنید. کیستی که به دنبال من میایی؟ رستم پاسخ داد من رستمم، فرزند زال، برای نجات تو آمدم. بیژن که ماه‌ها در تاریکی بود صدای آن مرد افسانه‌ای را شناخت. بدون کلام دستانش را به سوی صدا دراز کرد و رستم او را در آغوش گرفت، گویی نوزادی را از چنگال مرگ نجات داده. رستم بیژن را در آغوش گرفت و با قدرتی که فقط در اساطیر وجود دارد به سمت بالا شروع به حرکت کرد. دیوارهای چاه خیس و لغزنده بودند. در بالا منیژه منتظر بود. وقتی سرش را داخل چاه گذاشت و دید که رستم و بیژن هر دو زنده اند، دو زانو بر زمین افتاد و گریه کرد. رستم بیژن را از چاه بیرون کشید. وقتی چشمانش به منیژه افتاد، نه با کلام
بلکه با نگاه گفت تو رهاییم بودی، حتی قبل از آن که رستم بیاید. حالا 3 نفر در دل تاریکی شب ایستاده بودند. رستم قهرمان ایران که برای نجات عشق آمده بود، بیژن شاهزاده‌ای که عشقش او را از مرگ نجات داده بود و منیژه دختر دشمنی که عشقش سپر بیژن شده بود. افراسیاب هرگز نمی‌دانست که دخترش سلاح صلح خواهد شد و ایرانیان هرگز فکر نمی‌کردند که دشمنی تورانی وفادارترین دوست ایران باشد. اما رستم می‌دانست. او به منیژه گفت تو همراه ما به ایران خواهی رفت به عنوان سردار عشق. منیژه شوکه شد. آیا ایرانیان دختر افراسیاب را میپذیرند؟ رستم با لحنی پدرانه پاسخ داد ایران هر کس را میپذیرد که قلبش با عدالت سخن بگوید و تو قلبی داری که حتی جنگ ها را متوقف کرده. در سپیده دم 3 سایه از میان بیدها عبور کردند. رستم، بیژن و منیژه. 3 نماد شجاعت، عشق و وفاداری. رخش با غرور افسانه‌ای بیژن و منیژه را بر پشت خود نشاند و رستم همچون سپری زنده جلوی آنها راه می رفت. در طول سفر بیژن به منیژه گفت اگر تو نبودی من در آن چاه نامم را فراموش می کردم. منیژه لبخندی زد و پاسخ داد اگر تو نبودی من در آن کاخ دلم را فراموش می کردم. و رستم که همه چیز را می شنید در دلش دعا می کرد خدایا به این 2 عاشق اجازه بده که در سرزمینی زندگی کنند که عشق سرنوشت نباشد بلکه رهایی باشد. وقتی خبر بازگشت بیژن به ایران در گوشها جاری شد شادی و تردید همزمان در دل مردم ایران جای گرفت. شادی زیرا شاهزاده‌ای که گم شده بود بازگشته و تردید زیرا گفته می شد که همراه او دختر افراسیاب یعنی دشمن ایران همراه است. در کاخ پادشاهی هیچ کس جرأت نمی کرد نام منیژه را بلند بگوید. درباریان با نگاهی پنهان به یکدیگر زمزمه می کردند آیا این دختر جاسوسی برای پدرش نیست؟ اما کیخسرو پادشاه خردمند می دانست که هر عشق واقعی روزی به آزمون کشیده می شود. کیخسرو فرمان داد وقتی آنها وارد کاخ شدند منیژه را به عنوان مهمانی با احترام پذیرایی کنند، به عنوان کسی که در تاریک ترین لحظه ها وفادار ماند. صبح روز ورود آسمان ایران آبی تر از همیشه بود. باد شمال عطر نعنا و گل محمدی را از باغ‌های کاخ می آورد. مردم در 2 طرف راه جمع شده بودند. اولین کسی که وارد دروازه کاخ شد رستم بود، با زرهی که هنوز رد تاریکی چاه بر آن دیده می شد. پس از او بیژن لاغر اما با نگاهی که شجاعت ماها تحمل در آن جای گرفته بود و در آخر منیژه با لباسی ساده با چادری ابریشمی و چشمانی که هم ترس و هم امید را در خود جای داده بود. هیچ کس دست نزد، هیچ کس سلام نکرد. سکوت چنان سنگین بود که گویی تنفس تمامی حاضران متوقف شده. اما منیژه سرش را پایین نیاورد. او مستقیم به جلو نگاه کرد، نه با غرور بلکه با اعتماد به ارزش کاری که کرده. در تالار پذیرایی کیخسرو بر تخت نشسته بود. در 2 سوی او گودرز، گیو و دیگر نامداران بودند. وقتی منیژه وارد شد همه چشمان بر او متمرکز شد. کیخسرو بدون اینکه کینه‌ای در صدایش باشد پرسید تو منیژه دختر افراسیاب چه دلیلی داشت که در برابر پدرت ایستادگی کنی و جان بیژن را نجات دهی؟ منیژه برای لحظه‌ای سکوت کرد. سپس با صدایی آرام اما محکم گفت پادشاه بزرگ، من دختر افراسیاب هستم
اما دل من سالهاست ایرانی شده. من داستانهای رستم و سهراب را خواندم. من رنج مادران ایرانی را در خوابهایم دیدم و من وقتی بیژن را دیدم او را شاهزاده دشمن ندیدم، بلکه انسانی دیدم که می‌خواست جنگ را پایان دهد و من انتخاب کردم که در کنار حق باشم، حتی اگر آن حق در سوی دیگر مرزها باشد. در تالار سکوت عمیق حاکم شد. یکی از درباریان نجوا کرد: این کلمات از دهان دختر افراسیاب؟ اما گیو پدر بیژن از جایش برخاست. او به سوی منیژه رفت و بدون اینکه کلمه‌ای بگوید دستش را بر شانه او گذاشت. آن لحظه نمادی بزرگ بود، پذیرش یک قلب، نه یک نام. با وجود پذیرش پادشاه و برخی از بزرگان، منیژه هنوز در ایران غریبه‌ای بود که قلبش ایرانی تر از بسیاری بود. زنان دربار هرگز جرأت نمی‌کردند با او صحبت کنند. سربازان هنگام دیدنش سرشان را برمیگرداندند. حتی کودکان با دیدن لباس تورانیش می‌پرسیدند: آیا این خانم دشمن ما نیست؟ منیژه هیچگاه شکایت نکرد. او هر روز صبح زود به باغ‌های کاخ می‌رفت و درختان را آب می‌داد. گاهی با بچه‌ها بازی می‌کرد و از راه دور به آنها لبخند می‌زد و هر شب در اتاقش دعا می‌کرد که عشقش روزی به همه زبان‌ها ترجمه شود. بیژن می‌دید که قلب منیژه هر روز کمی بیشتر از تنهایی رنج می‌برد. او به کیخسرو گفت: اگر عشق ما همیشه در سایه شک بماند، پس چه فرقی با آن چاه تاریک دارد؟ کیخسرو لبخندی زد و گفت: صبر کن بیژن، عشق واقعی مانند درخت نخل است. اولین برگهایش دیر ظاهر می شود، اما وقتی رشد کند سایش را همه می پذیرند. سالی گذشت. در آن سال بیماری در مناطق مرزی ایران شیوع یافت. کودکان بی صدا می مردند. مادران شبها فریاد می زدند. درمان کمیاب بود، جز در کتابخانه های سلطنتی توران که منیژه از آنها آگاه بود. روزی منیژه به سمت کیخسرو آمد و گفت: من دانشی دارم که می تواند این بیماری را متوقف کند. دارویی از گل سرخ که در توران برای درمان تب سیاه به کار می رود. کیخسرو شگفت زده شد. چرا این راز توران را با ما در میان می گذاری؟ منیژه با چشمانی پر از اشک پاسخ داد: اگر ایران سلامت باشد، قلب بیژن سلامت است و اگر قلب بیژن سلامت باشد، من هیچ رازی ندارم. فرمان داده شد گیاه شناسان ایران بر اساس دستور منیژه دارو را آماده کردند و واقعاً بیماری عقب نشینی کرد. آن روز مردم ایران برای نخستین بار نام منیژه را با قدردانی فریاد زدند. زنانی از مرزنشینان با دستی لرزان دامن منیژه را بوسیدند و گفتند: تو نجات دهنده فرزندان ما بودی. منیژه اولین بار در ایران احساس کرد که خانه جایی است که عشق برای دیگران معنا پیدا کند. پس از آن دیگر کسی درباره منیژه با نگاه تردید نمی کرد. زنان او را به مهمانی‌های خود دعوت می کردند. کودکان از او داستان‌های توران را می پرسیدند و بیژن دیگر نیاز نداشت که از عشقش دفاع کند. یک شب وقتی ماه کامل بود و باغ‌های کاخ در نور نقره‌ای خوابیده بودند، بیژن به منیژه گفت: تو نه تنها من را از چاه نجات دادی، بلکه من را از تنهایی یک عشق ناپذیرفته نجات دادی. منیژه سرش را بر شانه او گذاشت و گفت: عشق وقتی واقعی است نیازی به دفاع ندارد و زمان خودش زبان قلب‌ها را به دیگران یاد می‌دهد.
در این میان خبری از توران رسید. افراسیاب پیر و خشمگین در حال مرگ بود. اما قبل از آن فرمانی صادر کرده بود: اگر منیژه هرگز به توران باز نگردد، نامش را از خاندان خود حذف می کنم. و این فرمان نه تنها بر منیژه تأثیر نگذاشت، بلکه آزمون نهایی عشقش بود. آیا او برای باقی ماندن در ایران آماده قطع ریشه های خونیش است؟ یا شاید رهایی واقعی چیزی فراتر از زمین و نام باشد؟ وقتی خبر فرمان افراسیاب، فرمانی که گفته بود اگر منیژه به توران باز نگردد، نامش از خاندان او حذف خواهد شد، به گوش مردم ایران رسید، چیزی در دل کاخ تغییر کرد. ترس دیگر از منیژه نبود، در عوض نگرانی جای آن را گرفته بود. آیا این دختر شجاع که جان بیژن را نجات داده و بیماری مرزها را متوقف کرده، حالا مجبور خواهد شد بین نام خونیش و عشق انتخاب کند؟ بیژن اولین بار در زندگی احساس ترس واقعی را تجربه کرد. نه ترس از مرگ، بلکه ترس از جدایی نهایی. اما منیژه در آرامش اتاقش نشسته بود. چشمانش به کتابی قدیمی از توران خیره شده بود. کتابی که هنوز از کودکی با خود آورده بود. در آن صفحات شعری بود که مادرش برایش می‌خواند: خانه جایی نیست که زاده شوی، خانه جایی است که دلت آرام گیرد. او لبخند زد و در آن لحظه تصمیم نهاییش را گرفت. صبح روز بعد منیژه به تالار کیخسرو رفت. همه درباریان حاضر بودند، حتی کسانی که روزی با نگاه بد به او نگاه می‌کردند. کیخسرو بر تخت نشسته بود، اما چهره‌اش آرام بود، گویی می‌دانست که امروز روز آزادی نهایی است. پادشاه پرسید: فرمان پدرت را شنیدی؟ آیا قصد بازگشت داری؟ منیژه سرش را بلند گرفت و با صدایی که نه لرزش ترس داشت نه غرور پاسخ داد: من دختر افراسیاب هستم، اما نه به دلیل انتخاب، بلکه به دلیل تصادف تولد. عشق من به بیژن، این عشقی که در چاه تاریک من را زنده نگه داشت، انتخاب آگاهانه‌ای بود و ایران جایی که مردمش با وجود همه تردیدها دلشان را به من باز کردند، سرزمین قلب من شده. پس امروز من نه به عنوان دختر افراسیاب، بلکه به عنوان زن بیژن و فرزند ایرانم. و اگر نام من از خاندان توران پاک شود، من هیچ چیزی از دست ندادم، چون عشق هیچگاه در فهرست نام‌ها نیست. عشق فقط در وفاداری نوشته می شود. تالار ساکت ماند. سپس یکی پس از دیگری درباریان دست به تشویق زدند. کیخسرو برخاست و با حرکتی نادر کلاه سلطنتیش را برداشت و گفت: امروز نه من به عنوان پادشاه، بلکه ما به عنوان مردم ایران منیژه را به عنوان دختر خود پذیرفته ایم. چند هفته بعد در دل بهار مراسمی در باغ‌های کاخ برگزار شد. مراسمی ساده با گل‌های خودرو، نغمه باد و صدای کودکان. بیژن با جامه‌ای از پارچه‌های محلی کنار منیژه ایستاد. رستم به عنوان مهمان افتخاری دستهایش را بر شانه آن دو گذاشت و گفت: این روز نه پایان داستان شماست، بلکه آغاز داستانی برای دیگران است. زیرا هر جا که کینه حکم فرماست، نام شما فریاد صلح خواهد بود. و واقعا از آن روز جنگ‌های مرزی آرامتر شدند. سربازان دیگر با نگاه کینه‌توز به سوی توران نمی رفتند، زیرا می دانستند در سوی دیگر مرز هم قلب‌هایی هست که عشق می ورزند. زمان گذشت، کیخسرو از دنیا رفت، رستم به اساطیر تبدیل شد، اما بیژن و منیژه در کنار هم تا آخر عمر زندگی کردند. نه در کاخهای شکومند،
بلکه در یک خانه کوچک در دامنه کوههای سیستان، جایی که هر صبح با یکدیگر گلها را آب می‌دادند و هر شب با داستان‌های همان چاه تاریک برای نوه‌هایشان به خواب می‌رفتند. روزی نوه‌شان پرسید: پدر بزرگ، آیا ترسیدی که هرگز از آن چاه بیرون نیایی؟ بیژن با چشمانی که هنوز ستاره داشت گفت: نه عزیزم، چون می‌دانستم که یک دست بالای چاه منتظر من است و آن دست قوی تر از هر زنجیری بود. نوه‌اش پرسید: مادر بزرگ، آیا پشیمان شدی که برای عشق همه چیز را رها کردی؟ منیژه لبخندی زد و گفت: هرگز، چون رها کردن آنچه ساخته شده راه یافتن آنچه واقعی است. داستان بیژن و منیژه فقط یک داستان عاشقانه نیست. این داستان آینه است برای هر کسی که در برابر سرنوشت ایستاده. سرنوشت می گفت ایران و توران همیشه دشمن خواهند بود، اما آن دو گفتند نه، ما صلح را می سازیم. سرنوشت می گفت تو در چاه خواهی ماند تا فراموش شوی، اما منیژه می گفت نه، من هر شب نان عشق می آورم. سرنوشت می گفت دختر دشمن هرگز پذیرفته نخواهد شد. اما مردم ایران گفتند اگر قلبش با ماست او از ماست. اینجاست که فهمیدیم عشق واقعی سرنوشت را تغییر نمی دهد. عشق واقعی سرنوشت را نادیده می گیرد و با هر نفس وفادار دنیایی نو می آفریند. امروز هنوز هم در دل ایران گاهی می گویند هر جا که وفاداری در تاریکی نفس می کشد روح منیژه آنجاست و هر جا که شجاعت در برابر کینه سکوت می کند نام بیژن در باد زمزمه می شود. آنها دیگر نیستند، اما عشقشان جاودانه تر از زمان است، چون عشق واقعی هرگز نمی میرد. عشق واقعی فقط در دل عاشقان زنده می ماند. اگر این داستان قلب شما رو لمس کرد لطفاً لایک کنید و به اشتراک بگذارید. در کانال خوابهای آرام عضو شوید، چون هر هفته از دل اساطیر ایران داستانهایی از عشق، وفاداری و رهایی را برای شما بازگو می کنیم. و یادتان باشد شما هم می توانید سرنوشت را شکست دهید. فقط کافی است عشق را انتخاب کنید. آرام بخوابید و شب